خب سلام، رسیدیم به ویدیو شما 4. خب حد میزنم برام خود این ویدیو رو ادیت میکنه، کم و کوچک میکنه، زیادش میکنه، خود درستش میکنه، کارش میکنه دیگه. دیدی که من یه مایتبه اونجا داشتم حاضر برای کمک. ولی بشقاب داشتم مثلا مایتبه راحت‌تر شد مثلا. میبینی که اینا الان دیگه نرمن. چجوری بهت نشونش بدم نکن. نرم شده دیگه، الان نرم و پلاسیده شده. مثلا بذارین زمانی که به همچین جای رسیدی خودشون رو به نفس شکل دست میدن، هنوز روی نقطه آروم آروم داره کارشو میکنه. یه ذره هم زدی، دو سه بار بهش نمک زدی، چون که خلاصه نمک میزنی تو خودش میره، بعدا آب میریزی و خلطفت سبزی رو اینو میریزی، اونا هم نمک میخواد دیگه. واسه همین ناراحت زیاد نمیشه اگه یه ذره نمک زیاد زدی، بعدا مزه میکنی و میبینی مثلا دیگه لازم نیست، ولی به اعتماد لازم میشه بعدا بیشتر نمک زدن، چون خورش خوب زیاد میشه. اینجا که رسیدیم من رکومند میکنم که مثلا اینو بعد از اینجا بهش ببریش کنار، بذاری این گوشه اینو بذاری اون کم کم خودش کار خودش اون گوشه بکنه، اونو مثلا بذاری درجه 4 چیزی همچین چیزی. هم که گفتم اینا رو اینجا بردار برید اون بار که روغنه. من دیدی که سبزی هم که قشنگ گذاشتیم خیس خورده، اینجا هم پیاز قشنگ پرپر کردیم نکن کوچولو و وسط. اول یه آرامه قشنگ کار کنم وسط، چیز عجیب غیر نیست. گوشتم که حاضر قشنگ گذاشتم، از یخ در اومده، ولی اگه تازه بود بهتر. حالا برمیگردیم به تکه 2 4 5.